برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیشکش می‌کنیم. سلام بیننده عزیز، امروز 7 ژانویه است و در برنامه این گزارش را داریم. خاموشی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان، وکیلان پارلمان تعیین می‌شوند یا از جانب مردم انتخاب می‌گردند. فرهنگ تاجیکانه ما اجازت نمی‌دهد که یکدیگر را تنقید کنیم، تهمت کنیم، غیبت کنیم و مثل که در امریکا هست. در ناحیه همدانی یک پیرمرد 70 ساله را به قتل همسرش متهم می‌کنند. فاجعه‌ای که مردم این ناحیه را تکان داده است. یکی از همدیهگان دور میرزا شریف رحمانوف گفت که در تمام ناحیه فقط سخن درباره حادثه کشتار دهه آنها می‌رود. خانواده‌های افرادی که در حادثه ینوری خونین در قزاقستان کشته شده بودند عدالت می‌جویند. برنامه را با خبری آغاز می‌کنیم که تازه به دست ما رسید. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان تا 2 ماه دیگر از مقامش می‌رود. اسم او همچون نامزد به وکیل پارلمان در رویخط حزب حاکم خلقی دموکراتی در جای اول است. یک منبع نزدیک به دادگاه عالی روز 7 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شاهیان برای ترک مقام آمادگی می‌بیند. بر اساس قانون در صورت پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان او باید از مقامش رود. شیر محمد شاهیان 63 ساله از سال 2015 تا کنون 10 سال باز رئیس دادگاه عالی تاجیکستان است. او را از افراد مورد اعتماد امام علی رحمان می‌دانند. و تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان کمتر از 2 ماه دیگر مانده است. بر اساس قانون باید ساکنان تاجیکستان از میان صدها نامزد 63 نفر را نماینده خود در مجلس نمایندگان انتخاب کنند که از نام آنها در تهیه قانون و قرارها شرکت ورزند. آیا در واقع فضای انتخاباتی مشاهده می شود یا نه؟ گزارش ارشاد سلیمانی و براد یوسفی در همین باره است. گریز از خبرنگاران، نبودن دفتر کار یا قرارگاه حزبی، نداشتن رسانه و سایت و صفحه ها در شبکه‌های اجتماعی، مشکلی در برگزاری انجمن، منظره وضع اکثر حزب‌های سیاسی تاجیکستان در پیشروی انتخابات پارلمانی است که خود را رقیب حزب حاکم می‌دانند. اما حزب حاکم خلقی دموکراتی با حضور رئیس حزب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انجمن پردبدبه برگزار کرده نامزدهای حزب را پیشبری کرد. مالکای در نیمه سال 2024 در تمام منطقه‌های کشور سمینارهای آموزشی را وابسته به فشانکو و شکل و اصولهای جلب الکترات در انتخابات برگزار نمودیم. معرفی نامزدهای ما، معرفی برنامه پیش از انتخاباتی ما توسط شبکه‌های اجتماعی و عموما واسطه اخبار عمومی اینترنتی صورت میگیرد. از 6 حزب باقی دیگر تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نه انجمن برگزار کرده و نه نامزد پیشبری کرده است. این حزب که تنها حزب مخالف واقعی دانسته میشد، پس از مرگ بنیادگذارش و حبس معاون اولش در حال پراکندگی قرار دارد. قیام الدین عزیزوف رئیس این حزب در یک صحبت کتبی به رادیو آزادی گفت: ما هدف اشتراک در انتخابات را داریم، اما در مد اول باید انجمن برگزار کنیم. ولی صرف نظر از این مشکلات، رهبران دیگر احزاب مطمئنند که در این انتخابات صاحب کرسی بیشتر در پارلمان می شوند. آمادگی حزب سری آماده کردن بعضی حجت‌های هستند، آماده کردن منم بوکلت و موادهای ترغیباتی. ادعای حزب‌ها برای حضور جدی در رقابت‌های انتخاباتی در حالی است که اکثر رهبران و مسئولان آنها از رسانه‌ها می‌گریزند، مسئولان مطبوعاتی ندارند، برخی هم بدون داشتن قرارگاه با این معرکه اکثرا با چهره‌های سال خورده وارد شدند. سیف الله سفرов تحلیلگر و سیاستشناس تاجیک احساس نشدن صحنه گرم رقابت‌های انتخاباتی را نه به واقعیت فضای سیاسی تاجیکستان بلکه به فرهنگ رقابت میان تاجیکان ربط می‌دهد. فرهنگ تاجیکانه ما اجازت نمی‌دهد که یکدیگر را تنقید کنیم، تهمت کنیم، غیبت کنیم و مثل که در امریکا هست. این خیلی کارا مردم ما کردن نمی‌تونند. شاید این خوب باشد، بد نباشد. انتخابات نوبتی وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی روز 2 مارس برگزار می‌شود. در حال حاضر در تاجیکستان 7 حزب سیاسی موجود است که اکثر کرسی‌های پارلمان را حزب حاکم در اختیار دارد. حزب‌های اگراری و اصلاحات اقتصادی متناسباً با داشتن 7 و 5 وکیل فراکسیون خود را در پارلمان تشکیل دادند.
حزب کمونیست 2 وکیل و حزب‌های سوسیالیستی و دموکراتیک تاجیکستان یکتایی کرسی در پارلمان دارند. اخیراً رئیس اکنون سابق و وکیل حزب دموکراتیک تاجیکستان در پارلمان سید جعفر عثمانزاده تابستان سال گذشته با گمان غصب حاکمیت و تلاش تبادلات بازداشت شد. تنها حزبی که پارلمانی نیست حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان است. اخیراً سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک گزارش فضای پیش از انتخابات تاجیکستان را با تکیه به قول تعدادی از مصاحبان و کارشناسان برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و شفاف و آزاد و عادلانه نامساعد تصویر کرده است. یک ساکن 70 ساله ناحیه همدانی در ولایت ختلان که در قتل همسرش گمانبر میشد پس از طبابت از بیمارخانه به بازداشتگاه انتقال یافته است. این مرد میانه ماه نوامبر همسرش را با کارد به قتل رسانده تلاش کرده است که خود را نیز بکشد ولی زنده مانده است. حامیان حقوق این پرونده را یکی دیگر از نمونه‌های خشونت به زنان در تاجیکستان نامیدند. محمود جان رحمتزاده تفصیلات بیشتر دارد. پلیس ناحیه همدانی یک ساکن 70 ساله دهه تکناب را برای کشتن همسر 70 ساله خود بازداشت و نسبتش با ماده 104 قسم 2 یعنی آدمکشی پرونده جنایتی باز کرده به حبس گرفته‌اند. یک منبع از ریاست کارهای داخلی منطقه کلوب روز 6 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت که میرزا شریف رحمانوف دائم نوشاکی‌های سپیرتی نوشیده با همسرش سرگل اویحمدова جنگ و خرخشه می‌کرده است. منبع افزود که شب 15 به 16 نوامبر مست به خانه آمده با کارد به همسرش حمله میکند. وقتی زنش خواب بوده است به او حمله کرده به پشت گردنش با کارد 2 مرتبه میزند و زنش از خواب بیدار می شود و با او کشمکش کرده با مشت به سرش زده زن را از پا میافتاند و با بیرحمی مخصوص همسرش را به قتل میرساند. این پیرمرد به گفته منبع بعدی به قتل رسیدن همسرش قصد به جان خود کرده به سر و روی خود با کارد میزند و جراحت وزمین جسمانی میبردارد. یک کلینش همراهی همین میرزا شریف رحمانوف و خوشتامنش سرگل اویحمدova زندگی میکرده اند. از قضیه خبردار شده همسایه ها را دعوت میکند و همان شب پلیس به جای حادثه رفته به تفتیش قضیه شروع میکند. خود رحمانوف در بیمارستان بستری میشود. در بیمارستان ناحیه همدانی گفتند که بعد رسیدن به بیمارستان میرزا شریف رحمانوف را جراحی کرده از مرگ نجات داده اند. این منبع گفت که تا آخر ماه دکبر او تحت نظارت طبیبان قرار داشت و بعد صحت شدن او را به بازداشتگاه انتقال داده اند. حمله و به قتل رسیدن همسر در دم پیری به گفته مقامات اتفاق کمی کم در ناحیه است. در حکومت ناحیه همدانی گفتند که در 5 سال اخیر در این ناحیه از سوی سالمندان چنین جنایت آدمکشی به قید گرفته نشده بود. همدهگان میرزا شریف رحمانوف گفتند که تا حال هیچ کس باور نمی کند که در دهه آنها چنین حادثه رخ داده باشد. یکی از همدهگان دور میرزا شریف رحمانوف گفت که در تمام ناحیه فقط سخن درباره حادثه کشتار دهه آنها می رود. تا حال نظر خود او و خانواده‌اش به این قضیه معلوم نیست. در صورت اثبات شدن گناه میرزا شریف رحمانوف او را از 15 تا 25 سال زندان تهدید می کند. یک خبر دیگر، امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رئیسان 4 ناحیه را در ولایت‌های ختلان و بدخشان از مقام سبکدوش و به جای آنها افراد نو را تعیین کرده است. تغییرات روز 7 ینور صورت گرفت. بنا به فرمان رئیس جمهور تاجیکستان فیروزه شریفی از منصب رئیس شهر نورک برکنار و به جای او ابراهیم میرزازاده تعیین شد. شریفی ماه ینور سال 2024 به این مقام رسیده بود. ظریف خوجه شاهیان که از سال 2019 رئیس ناحیه 5 بود دیگر در این مقام نیست. نجمیدین دولتزاده در کرسی رئیس حکومت ونج آدینشا مرادزاده را عوض کرد. فتح‌الدین صالح‌زاده به جای دادرجان جابرزاده رئیس ناحیه نورآباد شده است. سبب برکناری را گذاشتن به کار دیگر گفتند. با خبری از قزاقستان برنامه را ادامه می‌دهیم. با گذشت 3 سال از حادثه های ینوری خونین خانواده های قربانیان در قزاقستان هنوز عدالت می‌جویند. ینوری سال 2022 مردم بر ضد حکومت اعتراض کردند و تظاهرات با سرکوب و مرگ صدها نفر پایان یافت. تنها در یک شب در شهر شیمکند 20 نفر کشته شد. نوربولت علمیس هم یکی از آنهاست. والدان نوربولت خواستار مجازات ماموران امنیتی شدند ولی خود پدر نوربولت را جزا دادند. زرانگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
فرزند من حقوق به زیستن داشت. او را از این حق محروم کردند. چرا افرادی که این حقوقی او را زیر پا کردند جزا نمیگیرند؟ این پدر و نزدیکان قربانیان دیگری حادثه های ماه ینور در قزاقستان 3 سال باز عدالت میجویند. آنها که در پی سرکوب مرگبار و خشونت‌آمیز پلیس در اعتراضهای سال 2022 پیوندانشان را از دست دادند، تلاش دارند گناهکاران جزا بگیرند. در این نوار که دسترسی آزادی شد، صحنه سرکوب اعتراضگران در شهر شیمکن تصویر یافته است. بالوروی نرخ گاز و کمبیزاعتی مردم را به خیابان برآورد. آنها استعفای حکومت خودکامه را طلب کردند. نوربولات الپامیسی 19 ساله هم در میان اعتراضگران بود. والدان در جستجوی وی به نزد بینای حکومت آمدند که آنجا هزاران نفر جمع آمده بودند. گازی اشکاور سر دادن، نفس گرفتن مشکل بود. نفس گیر می شدیم. همه گریختیم. فکر کردم از هوش می روم، ولی ما از آنجا بیرون شدیم. من نشستم و به همسرم گفتم اگر وی زنده باشد به خانه بر می گردد. ما فکر کردیم که ممکن وی با دیگر جوانان است و به خانه برگشتیم. دیرتر به آنها خبر رسید که نوربولات تیر خورده در بیمارخانه است. وقتی به دیدن پسرشان آمدند، او الکی مرده بود. همه دکتران را دعوت کردند. تیر به پیشانی کمی بالاتر از ابروانش در آمده به رگ معاینه سر زده است. پزشکان گفتند که او جان باخت. آن شب 5 به 6 ینور سال 2022 در مجموع 20 نفر پرانده و کشته شدند. این آغاز سرکوب‌های خشونت‌آمیز پلیس علیه اعتراضگران بود. در مجموع در حادثه‌های ینوری خونین قزاقستان 238 نفر کشته شدند. بنیادهای حفظ حقوق و ارتش امر دادند که به آگاهی آتش کشایند. والدان نوربولات و دیگر قربانیان از حکومت طلب کردند که حقیقت را روشن کند و گناهکاران را جزا دهد. اما در جواب به دادخواهی مراد عبدالرحیم پدر نوربولات را برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی 10 روز به حبس گرفتند. آنها گفتند بی ترتیبی های عاموی، واندالیسم، خرابکاری ها کردند، ماشین ها را شکستند و آتش زدند. ولی ماشین پلیس از فلز است، آن را می شود عوض کرد. اما جان آدم بی بها است. مگر کسی برای کشتن کودک بیگناه نباید جزا گیرد؟ بیش از 1000 نفر برای شرکت در بی‌ترتیبی‌های عمومی بازداشت و صدها تن مجازات شدند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار گذرانیدن تحقیق منصفانه حادثه‌های ینوری شد. سازمان دیدبان حقوق بشر حکومت قزاقستان را تنقید کرد که برای استفاده از زور و سرکوب مرگبار تنها 2 سرباز را جزا داده است. یک زن قرغیز می‌خواهد پیام و اظهار سپاسش را به مردی تاجیک برساند که 30 سال پیش 3 فرزند او را از مرگ نجات داده بوده است. نظیره علی محمدova ساکن 76 ساله شهر تاکمک قرغیزستان روز 6 ینور به رادیو آزادی گفت نام این رهگذر را نمی‌داند و امیدوار است صدای او را میشنود. نظیره علی محمدova سال 1994 همراه 5 فرزندش در دوشنبه بوده است و 3 نفر آنها هنگام آببازی در یک کولی سنی در محله گپرزیم که با نام کریر شناخته می شود قریب غرق شدند. نجات دهید، کمک کنید گفته فریاد کردم. او زود به سمت بچه ها نگاه کرد. مسافه بین خود و بچه ها را زود از نظر گذراند. شاید نظامی یا ورزشگر بود ولی پای افضلش را کشیده خود را با سرعت به آب انداخت. بچه ها را یکی پی هم به ساحل برآورد. من با او گفتم نامتان را گویید، در نمازهایم شما را دعا کنم. رد کرد و راهش را دوام داد. فرزندان نظیره علی محمدova در آن سال 9, 11 و 13 ساله بودند. او میگوید بسیار میخواهد که اظهار سپاسش به گوش آن مرد نکوکار برسد که تقریبا 30 سال داشت و میخواهد بداند که هیچگاه نکوکاری او را فراموش نکرده است. اگر شما بودید پس به تلفن های ما بنویسید که شمارهشان در صفحه ما در فیسبوک هست. از همراهیتان سپاسگزاریم. برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.